سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: دیدار شاروال کابل با دیمیتری ژیرنوف، سفیر فدراسیون روسیه در کابل. برگزاری نشست بررسی مسوده قانون پناهندگی بر ریاست معین مسلکی وزارت امور مهاجرین و حضور نمایندگان وزارت امور خارجه. و هدف قرار دادن پایگاه هوایی ارزق آمریکا در اردن توسط ایران. امروز چهارشنبه 24 ماه سرطان سال 1405 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها: مولوی عبدالرشید شاروال کابل با دیمیتری ژیرنوف، سفیر فدراسیون روسیه در کابل و هیئت همراهش دیدار کرده است. شاروالی کابل در خبرنامه‌ای گفته است که در این دیدار درباره گسترش روابط دوستانه میان شاروالی کابل و شاروالی فدراسیون روسیه، طرح‌های پروژه‌های زیربنایی و پل‌های هوایی و تبادل تجربیات موفق در زمینه مدیریت شهری گفتگو شده است. طبق خبرنامه، شاروال کابل خواستار همکاری‌های مستمر فدراسیون روسیه در اجرای پروژه‌های زیربنایی و عام‌المنفع و نیز در حوزه مدیریت شهری شد. از سوی هم دیمیتری ژیرنوف بر ادامه همکاری‌های کشورش با شاروالی کابل تاکید کرده است. نشست بررسی مسوده قانون پناهندگی بر ریاست مولوی عبدالرحمن راشد، معین مسلکی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با حضور نمایندگان وزارت‌های امور خارجه، داخله، عدلیه، محاکم و ریاست استخبارات برگزار شد. مولوی راشد در این نشست گفته که قانون پناهندگی باید با در نظر گرفتن اصول شرعی و اسلامی زمینه تامین حق پناهندگی را فراهم سازند. مولوی عبدالخالق صادق، معین تضمین کیفیت وزارت معارف، در مراسم تقدیر از پیشتازان کنکور 1405 گفت که پس از 4 دهه بهترین زمینه آموزش و پیشرفت در افغانستان فراهم شده است و گفته وی امارت اسلامی با تامین امنیت در سراسر کشور شرایط مناسب برای زندگی، آموزش و رشد را برای شهروندان مهیا کرده است. آقای صادق از جوانان خواسته تا از فرصت‌های موجود استفاده کرده و تلاش‌های خود را برای فراگیری علم و دستیابی و پیشرفت ادامه دهند. و در آخرین خبر، ایران اعلام کرده است که مرحله 8 عملیات صاعقه با استفاده از طیاره‌های بی سرنشین انفجاری بخش‌هایی از پایگاه هوایی ارزق در اردن را هدف قرار داده است. بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی، همچنان در مرحله 4 عملیات نصر 2، مرکز اصلی پشتیبانی و لوجستیکی آمریکا در منطقه مینا عبدالله کویت مورد حمله قرار گرفته است. همزمان ایران تاکید کرده که تنگه هرمز تا پایان آنچه اقدامات خصمانه آمریکا خوانده شده بسته خواهد ماند. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال نمایید.